خدا ما را این لطف از جانب خداست، مطلق تسلیم مطلق به لطف خدا. به عمو میگه تا کشش تا نباشد کشش معشوق، کوشش عاشق بیچاره به جایی نرسد. راستی که اصل انرژی دهنده خدای متعال است. خو یک شاگرد پرسان کرد، استاد گفت این دلیل موفقیتتان در کارا چیست؟ من بدون هیچ وقفه خدای زبانم برآمد و خیلی خودم آباد پسان مزه داد. ما گفتم از مجموعه بعضی کارهایی که من قصه کردم، بعضی دستاوردهایی که الحمدلله خدا لطف کرده بود ما داشتم، و برشون ما گفتم استاد دلیل موفقیت چیست؟ بسیار سریع بدون هیچ مکس از زبانم برآمد. اگر این دستای اکادمیکی گپا را آدم یاد کنه، مردم تمسخرش خندی میکنه، چون چیزا برشون میار نیست. از زبانم برآمد، گفتم که لطف خدا. اما و خود من قدر مزه داد، گفتم لطف خدا. گفتم هیچ مدرک کلام کمال ندارم. ظاهرا در عالم اسباب طبعا آدم کوشش میکنه دیگه. حتما تو یک کار کردی، اخلاقیات و خرج دادی، معامله درست کردی، از بازار تجزیه و تحلیل داشتی، درست برنامه‌ریزی کردی، درست اهداف تعیین کردی. من هیچ گپا را نزدم، گفتم که لطف خدا. واقعا اگه لطف خدا نبود، میگم مثل ما و مردم مبایسیزات چقدر زیاد است. لازم مقبولتر از ما داخل جامعه، مقبولتر از ما شما است، ولی توفیق حضور در درس ندارن. با نسب‌تر است، درست است، بسیار امکانات زیاد دارن. اما شما از دوران مکتبتان زیر چشمتان ببینید سیفی هایتان که به چه حالت است و شما فعلا در چه حالت هستین. ایرا کلش ایرا امی که ما فعلا این معارف امی مطالب